سلام روحانی عزیز، خیلی خوش آمدین به پارت دومی آموزش کامل یوتیوب. در ویدیو قبلی طریقه ساختن کانال یوتیوب را از صفر تا صد براتون آموزش شدم، اما در این ویدیو بعضی از تنظیمات چینل ما یعنی کانال ما باقی مانده که باید آن را طراحی کنیم. برای پیشرفت چینل و برای واضح گرفتن ویدیوها خیلی مفید است. اگر شما کانال یوتیوب ساختید اما این تنظیمات را طراحی نکنید، فرض کنید هیچ کاری نکردید، یعنی ویدیوها واضح نمیگیره، هم کانال پیشرفت نمیکنه. طریقه طراحی کردن کانال یوتیوب را براتون آموزش میدم. اونم باید از گوگل کروم باید طراحی کنیم، از خود کانال یوتیوب، یعنی از خود برنامه یوتیوب نمیشه، باید ما از گوگل کروم به شکل دسکتاپ سایت باز کنیم، بعد از اونجا طراحی کنیم. خب وقتان زیاد نمیگیرم، برم طریقه طراحی کردن کانال یوتیوب را براتون آموزش بدم. اگر ویدیو قبلی را ندیدین این گوشی را براتون میگذارم، حتما این ویدیو را ببینید، چون اگر او ویدیو را نبینید این ویدیو به درتون نمیخوره. اگر ویدیو خوشتان آمد ویدیو را لایک کنید. اگر اولین بار است ویدیوهای ما را تماشا میکنید، چینل عزیز از امی پادکست را حتما سابسکرایب کنید و زنگوله وغیره هم کلیک کنید تا از جدیدترین ویدیوهای تکنولوژی ما آگاه شوید. خب بریم باقی مانده ویدیو را از روی اسکرین موبایل براتون آموزش بدم. خب آمدیم روی اسکرین موبایل خود. حالا اینجا گوگل کروم باز میکنید. حالا ببینید بالا یوتیوب است، روی یوتیوب کلیک میکنید. حالا ببینید یوتیوب باز شد. حالا اینجا شما روی سه نقطه بالا کلیک میکنید. حالا پایین ببینید کامپیوتر سایت مخصوص رایانه میگه، شما این را تیک مار میزنید. حالا ببینید یوتیوب به شکل دسکتاپ سایت باز شد، یعنی به شکل کامپیوتر باز شد. حالا با دو انگشت میشه روی صفحه زوم کرد. ببینید سمت راست اینجا لوگوی مرا نشان میده، حالا روش کلیک میکنم. حالا اینجا تغییر حساب میگه، اگر خواستید مثلا تغییر بدید، اگر از شما بوری یک جیمیل دیگه بود میتونید از اینجا تغییر بدید. اینجا تغییر حساب میگه، روی کلیک میکنید. حالا اینجا من جیمیل های دیگه هم پایین نشان میده، اینا رو باز نمی کنم چون طور اتومات خودش بازه، برنامه های اسلامی. حالا دوباره روی امی کلیک میکنم. حالا دوباره روی لوگو کلیک میکنم. حالا اینجا کانال خود را مشاهده کنید، روی کلیک میکنید. حالا ببینید برنامه های اسلامی. ببینید اصلا نه فیلم نه عکس نه هیچ چیزی نیست. حالا ما میخوایم تنظیمات طراحی کنیم. خب حالا برای طراحی کردن کانال یوتیوب، حالا اینجا سفارش کردن کانال میگه، روی کلیک میکنید. حالا ببینید یک صفحه دیگه برای ما باز شد. حالا ببینید اینجا میتونید لوگوتون دوباره عوض کنید. حالا ببینید پایین تنظیمات است، روی تنظیمات کلیک میکنید. حالا ببینید همچین صفحه برای شما باز میشه. ببینید چند تا گزینه داره، 1 2 3 4 5 6 تا گزینه داره. حالا شما میتونید واژه پولش تغییر بدید، اینجا خودش به طور اتومات دلار. حالا شما اینجا میتونید یورو رو انتخاب کنید یا لیره ترکیه رو انتخاب کنید، هر کدام خواسته باشید میتونید انتخاب کنید، ولی همین دلار باشه بهتره، به طور اتومات خودش دلار. حالا این را دست نمیزنیم، حالا میگیم گزینه دومی، روی کلیک میکنیم. حالا ببینید ما آمدیم روی گزینه دومی. حالا اینجا روی گزینه اولی کلیک میکنیم. اینجا میگه باید کشورتان رو تغییر بدید، مثلا ایران افغانستان که است فعلا تحریمه. اگر شما ایران یا افغانستان را انتخاب کنید نمیتونید از یوتیوب درآمد کنید. حالا من میام روی یوتیوب استودیو میام براتون نشان میدم. حالا اینجا یوتیوب استودیو را باز میکنم. حالا ببینید اینجا میگه درآمدزایی در مکان شما در دسترس نیست. حالا ببینید همین چینل همین بازه، اما این پایین کسب درآمد میگه. من اگر روی کلیک کنم اینجا میگه درآمدزایی در مکان شما میگه در دسترس نیست، یعنی ایران افغانستان که است واجد شرایط یوتیوب نیست. از این خاطر باید ما یک کشور دیگر انتخاب کنیم، آمریکا باشه، عربستان باشه، هر جایی که باشه، به شرط کشوری باشه واجد شرایط یوتیوب باشه. حالا ما میرم یک کشور واجد شرایط یوتیوب باشه انتخاب میکنیم. حالا فرض مثال من عربستان انتخاب میکنیم. اینجا ببینید عربستان سعودی میگه. حالا از روی یوتیوب استودیو براتون نشان دادم، ایران افغانستان تحریمه، میگه درآمدزایی در مکان شما در دسترس نیست. حالا ما اینجا عربستان انتخاب میکنیم. حالا ما اینجا عربستان انتخاب کردیم. حالا روی گزینه بالایی کلیک میکنید، اینجا عربستان انتخاب میکنید. حالا پایین هم هشتگ نوشته میکنید در مورد کانالتون مثلا موضوعش چیه.
اگر آموزشی نوشته میکنید در نامه‌های آموزشی یا در مورد گوشی نوشته میکنید آموزشی گوشی شیائومی سامسونگ بالاخره کانال درباره هر چی باشه باید درباره این موضوع اینجا هشتگ نوشته کنید. حالا ببینید اینجا من چند تا هشتگ نوشته کردم. هشتگ چریقمی نوشته میکنید. ببینید اینجا فرض که در مورد کانال یک چیز نوشته میکنید. اگر گفتیم که آموزشی باشه آموزشی نوشته میکنید. مثلا فرض که من نوشته میکنم آموزش فرض که نوشته کردم. حالا پایین سمت راست روی کلیک میکنید. ببینید اینجا هشتگ در میاد. حالا شاید برای شما سوال باشه چرا هشتگ ها رو نوشته کنیم. هشتگ ها به خاطریه که کانال شما را پیشرفت میکنه. یعنی هر کسی این هشتگ ها را در یوتیوب سرچ کنه کانال شما را بالا میکنه، یعنی کانال شما را به اول بالا میکنه، به طرف روی ویدیوهای شما کلیک میکنه. خب وقتی هشتگ ها رو نوشته کردین حالا اینجا تایید میکنید. حالا میم روی گزینه اینجا وسطی میم روی کلیک میکنیم. حالا شما اینجا روی گزینه وسطی کلیک میکنید، یعنی ویدیوهای شما مربوط به کودکان نمیشه، چون اگه ویدیوهای شما برای کودکان باشه شما نمیتونید از ویدیوتون درآمد کنید. حالا اینجا گزینه وسطی رو انتخاب میکنید. حالا میاد پایینتر اینجا ویدیو گزینه رو میتونید فعال کنید. حالا میم گزینه سومی، اینجا هم چیزی نیست. حالا با دو انگشت صفحه رو یک کمی کوچیک میکنیم. حالا ببینید سمت چپ حالا روی گزینه سومی کلیک میکنیم. حالا وقتی روی گزینه سومی کلیک کردید حالا اینجا همون نامی کانالتان نوشته میکنید. فرض که من نوشته کردم برنامه‌های اسلامی. حالا در پایینش هم همین نوشته میکنید. حالا ببینید من در بالا نوشته کردم برنامه‌های اسلامی در پایینم. حالا نام کانال یوتیوب تو هر چی باشه باید نوشته کنید اینجا. در بالا هم در پایینم. حالا در پایینی یک گزینه دیگه است، روی کلیک میکنید. اینجا ببینید 3 تا گزینه برای شما میده. شما گزینه پایینی را انتخاب میکنید. یعنی موقعی که در یوتیوب ویدیو آپلود میکنید ویدیوتون میگه برای مردم ویدیوتون رو ببیند یا نبیند. مثلا شما پایینی رو انتخاب میکنید یعنی مردم نبینه تا زمانی که تنظیمات از یوتیوب استودیو درست نکردید دوباره عمومیش کنید. ببینید گزینه بالایی عمومی میگه، گزینه وسطی هم خصوصی میگه، گزینه پایینی هم فرست نشده، یعنی میگه بعد شما یک گزینه پایینی رو انتخاب کنید. حالا ما گزینه پایینی رو انتخاب میکنیم چون موقعی که ما در یوتیوب ویدیو آپلود میکنیم بعد میم ویدیومون رو مردم نبینن، چون ما باید بیام تنظیمات ویدیومون رو از یوتیوب استودیو درست کنیم، براش تامنیل بدیم، هشتگ بدیم، تنظیمات رو درست کنیم. حتما شما گزینه پایینی رو انتخاب کنید. حالا ببینید گزینه چهارمی چی داره. گزینه چهارمی هم اینجا میتونید جیمیل یک نفر اینجا وصل کنید و هم براتون کمک کنه، یعنی 2 نفر میتونید از اینجا کار کنید، همه ویدیو آپلود کنه هم شما که زودتر کانالتون رشد کنه. اینجا میتونید یک جیمیل یک نفر اضافه کنید و هم کار کنید، رقمی هم میتونید. حالا میام روی گزینه پنجمی میام. اینا چیزی خاصی نی، اینا دست نمیزنید فعلا. حالا سمت راست ذخیره کردن میگه، روی کلیک میکنید. حالا ذخیره شد. خب حالا او تنظیماتش تمام شد. حالا از اینجا شما میتونید عکس لوگوتون رو تغییر بدید یا در گزینه بالایی هم میتونید عکس کور اضافه کنید. حتما شما اینجا اینا که گفتم باید اضافه کنید. حالا فرض کن من میخوام عکس لوگومو تغییر بدم. حالا اینجا روی گزینه کلیک میکنید. حالا اینجا از گالری عکس لوگو رو میتونید تغییر بدید. حالا فرض کن من میخوام عکس دیگه ای را بگذارم. حالا من فرض کن میخوام عکس خودم بگذارم اینجا. حالا اینجا دوباره ذخیره کردن روی کلیک میکنید. ببینید عکس خودم شد، عکس لوگوی چینلم. حالا من برای آموزش گفتم، حالا شما میتونید یک لوگو درست کنید. حالا طریقه لوگو رو هم در ویدیوهای بعدی براتون آموزش میدم. خب دوستان عزیز تا اینجا کانال ما ساخته شد. حالا شما میتونید ویدیو آپلود کنید، فعلا فعالیت کنید. حالا بعضی از تنظیمات دیگهش اگر مانده باشه باز من یک ویدیو دیگه دربارش میسازم براتون به اشتراک میگذارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.